هستم و امروز اومدیم دوره بینایی ماشین ترم 1 رو با هم شروع کنیم. اولین کاری که میکنیم نسخه پایتون رو باید دانلود کنیم. بعدش هم داخل ترمینال ویندوز آر رو بزنید، بعدش میشه cmd میاره. اینجا میشه پیپ اینستال اوپن cv پایتون و شروع میکنه به نصب کردن. به خاطر اینترنت هم یک لحظه وایستیم. خب حالا اینجا بنویسیم import cv2 و بعد بنویسیم فقط کپ تعریف میکنم. کپ مساوی cv2 دات ویدیو کپچر صفر. این صفری که میزنم دوربینی که به لپتاپمه. یک بزنید دوربین گوشی میتونیم وصل کنیم، دو بزنید دوربین مدار بسته. اینجا بریم تو علاقه وای تو مینویسیم اس یادم رفتم فرق چیه؟ افهم که فریمه میگیم که داد رید و اینجا مینویسیم if اگر نتونستی چیزو ویپیان باز کنی خارج شو. if is if not is do not break cv2 dot image شو به اسم امیر علی اسم پنجره و if اونم که فریم if اگر cv2 دات ویتکی همون که مثلا بهش میگن چند میلی ثانیه یا چند ثانیه باید من میدونم 1 میلی ثانیه. بعد میگم مساوی ارد کیو که وقتی که کیو زد پنجره بسته شه. دو نقطه برک. اینجا می نویسم کپ دات مینیز cv2 دات دیستاری ویندوز awesome get this. خب وقتی که الان ما بزنیم کد وبکم لپتاپمون باز میشه و اینجا سه تا ارور داریم. یک، پنجره رو بزرگ میکنیم بزرگ نمیشه. دو، دست راست رو میبریم بالا چپ بالا میره. سه، وقتی که ضربه رو میزنیم هی اجرا میشه. کی رو الان میزنم میبندم. خب میریم سراغ ارورامون. ارور اولمون که بزرگ نمیشه صفحه. من مینویسم یادم رفت یک لحظه من میزم cv2 dot name window میدم به نام امیرعلی. اسم خود پایینی که اونجا زدیم مینویسیم و cv2 dot این فقط یک نکته، این ویژگی های این کتابخانه رو خواست ببینیم معرفه بزرگ باید تایپ کنی. من اینجا برای بزرگ شدن صفحه از ویندو نورمال استفاده میکنم. ویندو نورمال. وقتی الان پروژمون رو ران کنیم
خب اینا که هنوز برطرف نشده، این تمام صفحه هم شد. میریم سراغ آرار دوم. حالا من اینجا میخوام بدون متغیر F1 بار تعریف کردیم و بنویسم. این برای راست و چپ کردن دستمونه. می‌نویسیم فریم مساویه CV2 دات فلیپ کن. من میزنم 0 1 2 داریم. ببخشید CV2 دات فلیپ. آها ما هم اینجا اشتباه کردیم، این کار از دستی کردم که با همینجا با یه دونه فریم هم بهش میدادیم. خب حالا یه فلیپ کد از همون میگه با یه دونه فریم که همون F مونه. خب وقتی ران میکنه صفحه برعکسه، این دوتا دسته راست چپ همه درسته. نه هنوز غلط اشتباه. میزنم 1. بزنیم 2 بعد بریم 1 2 راست راست چپ چپ. خب حالا اگه بزنیم 1 همه دستام الان درست راست چپ. بزرگ شدن صفحه که هنوز یک دونه ارور دیگه هم داریم. میریم سراغ ارور سوم. حالا ما اینجا اسمت اردکیو تعریف کردیم، مینویسیم اینا رو پاک میکنیم که شرطمون رو بزرگ میکنیم. اسم این یادم رفته یه دونه این و یاد هگزادسیمال باید بدیم. من میگم 0 x ff. من میگم این یه لیست تعریف میکنم، می‌نویسم ارد کیو و ارد مثلا ای و ارد دیگه چی نمیدن میکنیم. یه عدد 27 ما داخل کیوردمون یک عدد پشتش تنظیم شده. ایمون فکر کنم ای بزرگ میشه 128 27 که ما دکمه ESC که گوشه صفحه است. می‌نویسم یا CV2 dot get window. خب وقتی که می‌نویسیم ویندو get window property. همینجا یه نیم میدم همون امیرعلی و نوشتم CV2 همون ویدیو بیز موندن همون جاش میبنده. CV نه نوشتیم نوشتیم CV2 VND پراپ و 2 نقطه بریک. خب الان پروژه‌مون ران میکنیم. وقتی که ران میکنیم صفحه وبکممون خیلی زود بسته میشه. باید اینجا بنویسیم کوچکتر از این تر از 1. خب حالا وقتی که ران میکنیم همه ارورام برطرف شده. این بازو بس میشه دستمون چپ راسته، اینم راست بسته میشه پروژمون. آره اگه از این ویدیو خوشت اومد پیجمو سابسکرایب کن
و منتظر قسمت بعدی باش. سلکت کردن دستامونه با مای پدیا. خدا نگهدار.